سلام دوستای عزیز، خدا کنه که جور و صحتمند باشید. امروز من برای شما یک طریقه عالی را یاد میدم. خیلی از شما شاید دوستای خسیس داشته باشید که نمیخواهد برای خود اینترنت یا پکیج اینترنت فعال کند، ولی همیشه از دیگران وای فای میخواهد اتصال کند. من یک طریقه را برای شما یاد بدهم که در صورت نخواستن به طرف مقابل، اگرچه هاتسپات را روشن هم کنید، به طرف مقابل وای فای یا اینترنت وصل نشود. خیلی راحت، ساده و آسان است. قبل از اینکه بریم با آموزش، پس صفحه ما را لایک، دنبال و سابسکرایب کنید. میایم داخل ستینگ. در بخش ستینگ میریم در کانکشن. در اینجا میایم در بخش دیتا یوزیج. دیتا سیور را فقط آن می نماییم. بعد از اینکه آن کردیم، ببینیم دیتا روشن است. حالی من میخوایم که هاتسپات را روشن کنم تا طرف مقابل اینترنت بگیرد. وقتی من میخوام روشن کنم can't use mobile hotspot نشته است، به خاطر که گفته دیتا سیور آن است. این یک طریقه خیلی ساده و راحت است. تشویش نکنید، دوستای خسیس شما این چنین ویدیوها را نمیخواهد ببیند. پس هر کس این طریقه را یاد ندارد. به خاطر ترفندهای بیشتر لطفا صفحه ما را فالو و با دوستان خود شریک سازید. خدا کنه که از این ویدیو خوشتان آمده باشد.